بریم با هم دیگه این تاج زیبا و جذاب رو بسازیم. این تاج رو من با نگین‌های پلاستیکی ساختم. اگه جلوه و درخشش بالایی میخواین از نگین‌های سایز 7x15 اما سنگی استفاده بکنید. سیم شماره 2 میخوایم. تل استیل میخوایم. چسب حرارتی، سیمچین، 1 مترم دم دستتون باشه. برای درست کردن این انشعاب ها که بیس اصلی تاجمونه، یه تیکه سیم رو آزاد میذاریم، یعنی آزاد میکنیم. بعد اینکه حدوداً 10 سانتی از ابتدای سیم رو آزاد کردیم، میایم ببینید یه تای کوچولو روی سیم میدیم، یه تای خیلی کوچولو، و شروع میکنیم به تاب دادن. ببینید چقدر ظریف دارم تابش میدم. خیلی مهمه که کارتون تمیز در بیاد. حدوداً 1.5 سانت که اومدید پایین تر، حالا باید شروع بکنید به انشعاب زدن. سیم رو دوباره از بغل میکشید بیرون، تاب میدید. بعد اینکه این بغل رو تاب دادین، این شکلی برمیگردونید و دقیقاً مقابل همون یه انشعاب دیگه همون اندازه و همون شکل درست میکنید. این یه انشعاب 3 شاخه شد. حالا یه ذره تابش میدیم، میره پایین و حدوداً 15 تا از این انشعاب ها میخوایم. 3 سانتی ارتفاع انشعاب هامون. بعد اینکه انشعابمون آماده شد، میایم چسب حرارتی میزنیم و دونه دونه مارکیز هامون رو میچسبونیم روی کار. فقط بهش حتما زمان بدید کامل خشک بشه، بعد برید سراغ بعدی. یک مدل از انشعاب هامون همین بود. مدل دوم دقیقاً همینی بود که اجرا کردیم، ولی با 2 تا انشعاب بلندتر. یعنی چی؟ یعنی الان بهتون نشون میدم دقیقاً همون اولی رو با همون اندازه درست کردم. حالا میام دقیقاً از همونجا شروع میکنم به انشعاب زدن. طرف مقابلش رو دوباره یه انشعاب میزنم. تا اینجا دقیقاً مثل همون قبلی بود. حالا میام یه ذره تاب میدم، میرم پایین تر. حدوداً 1 سانت رفتم پایین. بعد میام ببینید میخوایم این شکلی درست کنیم. ببین یه کوچولو رفتم پایین، 1.5 سانت شد. الان اومدم و انشعاب دادم. اگه میخواین قد تاجتون بلند باشه، یعنی حدوداً 4-5 سانتی باشه، باید این اندازه ها رو که دارید اینجا اندازه میزنید در نظر بگیرید. الان این یه قد 5 سانتی میده. خب این رو هم دقیقاً مثل اون یکی شروع میکنم به چسبوندن مارکیزهاش. بعد اینکه کامل مارکیزهاش رو چسبوندم و کامل شد، میریم سراغ مونتاژ. دونه دونه اول میام از مرکز تاج شروع میکنم به مونتاژ کردن این انشعاب های بلندم. کاملا کنار هم دیگه کارها رو مونتاژ میکنم. سیم اضافه رو میچینم و این کار رو تا آخرین انشعابم تکرار میکنم. تعداد انشعاب های سایز بزرگم هم 15 تا بود. هر تعدادی که زدید هر 2 تا سایز باید همون تعداد باشه. وقتی که سایز بزرگ رو مونتاژ کردم تموم شد، کامل شد، یه ذره فاصله باز کردم بینشون. بعد میام سایز کوچیکم رو ما بین 2 تا سایز بزرگ مونتاژ میکنم. بزرگ مونتاژ میکنم. دونه دونه این کار رو تکرار میکنم
و تا اینکه تمام انشاب‌های سایز کوچیک هم تموم بشه. وقتی که کار تموم شد یه همچین خروجی به ما میده. حالا باید قسمت پایین تاجمون رو کامل بپوشونیم. من شروع میکنم به چسب زدن قسمت پایین تاج و چسبوندن نگین های تاجم روی اون قسمت که قسمت پایین تاج که سیم داره کامل کاور بشه. به همین خوشگلی و جذابی این تاج زیبا رو داریم.